برگ ننگینی دیگر از رژیم. زهرا محمدی 29 سال دارد و اهل سنندج است. او مدرس زبان کردی برای کودکان، فعال مدنی و از اعضای هیئت مدیره انجمن نوژین از زمان تأسیس این انجمن در سال 1390 تا کنون است. او همچنین دانش آموخته جغرافیای سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد است. زهرا محمدی پیشتر به دلیل فعالیت‌هایش بارها توسط نهادهای امنیتی احضار، بازجویی و تهدید شده بود. صبح روز پنجشنبه دوم خرداد ماه 3 تن از اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین با هجوم نیروهای امنیتی به منازلشان در سنندج بازداشت شدند. این 3 تن زهرا محمدی، ادریس منبری و ریبوار منبری نام داشتند و در زمینه زبان کردی و محیط زیست فعالیت داشتند. 2 تن از بازداشت شدگان به نام‌های ادریس منبری و ریبوار منبری 4 روز پس از بازداشت با قید وثیقه آزاد شدند، اما با وجود گذشته چند هفته زهرا محمدی همچنان در بازداشت به سر میبرد. زهرا در مدت بازداشت خود تنها یک بار چهارشنبه 8 خرداد ماه برای چند دقیقه اجازه تماس با بستگانش را پیدا کرده، ولی در خصوص اتهامات و محل نگهداری خود نتوانسته چیزی بگوید. نهادهای امنیتی هر روز جواب سربالا به خانواده او می‌دهند و تا به حال خبر امیدوار کننده‌ای نیست و هر روز در مورد بازداشت زهرا ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. تا به حال با چندین وکیل صحبت شده از طرف انجمن نوژین و هر کدام از وکلا به شعب دادگاه مراجعه کردند، اما جواب قانع کننده‌ای هم به آنها داده نشده است و به وکلا هم گفته شده که هنوز پرونده کامل نشده است. انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین در سال 1390 با اخذ مجوز رسمی از استانداری کردستان فعالیتش را رسما آغاز کرد. فعالیت‌های انجمن نوژین بر آموزش زبان کردی و فعالیت‌های محیط زیستی متمرکز است و کلاس‌های مختلفی را در سطوح مختلف از کودکان گرفته تا افراد بزرگسال برگزار می‌کند. جرم زهرا تدریس زبان کردی است.